سلام دوستان عزیز. سلام گلایی تو خونه. حالتون خوبه؟ سلام به روی ماه همتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چون خیلی وقت نداریم، به اتفاق خواهرم میریم در مورد موضوع لایف صحبت کنیم. این که در هر شرایطی که هستیم، شرایط سخت، شرایط دلپذیر، شرایط ناراحت کننده، و همدیگه احترام بذاریم. در مورد کرامت انسانی میخواستیم صحبت بکنیم. کرامت انسانی یعنی بدون اینکه نقدی به من برسه به شما احترام بذارم، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که بالاخره هم نوع من هستید، و بدون اینکه احتیاجی به شما داشته باشم از سر احترام باهاتون رفتار بکنم. این که من خیلی وقتا میبینم که خیلی ها بدون هیچ واقعا دلیلی، بدون هیچ ناراحتی به هم دیگه بد میکنن، تو زندگی هم دخالت میکنن، برای هم مسئله درست میکنن. نگاه کن خدا، تو زندگی هم دخالت میکنن. اینا واقعا اثر بیماریه. و الا من که از شما بدی ندیدم چه دلیل داره به شما توهین کنم؟ مثل خیلی ها. سلام آقای عباد، حال شما چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که خوب باشین. خانم گلتون هم خوب باشن. بله، داشتم در این مورد خیلی دوست داشتم مجدد صحبت کنم که خیلی چیزا به جامعه و مسائل جامعه ربط نداره، به خودمون ربط داره. ما اگه خودمون نسبت به هم دیگه احساس مسئولیت، تعهد، مهربانی و نیت خوب داشته باشیم، همدیگه رو خوب می‌بینیم و اصلا از همدیگه نه طلبکاریم، نه بدهکاریم، نه اینکه مثلا تلاش میکنیم که چاله برای هم بکنیم. ما میبایستی که به همدیگه احترام بذاریم، میبایستی که به همدیگه خیر بخوایم برای همدیگه. مرسی آقای عباد، شما خوبین؟ ما هم خوبیم. خواهرم هستن عباد، به سرخاله محمد آقا. سلام. بعد دیگه خدمت شما عرض کنم که دوستان، تحت هر شرایطی، در هر نظامی، در هر کشوری، ما آدما به دلیل انسان بودنمون و به دلیل اینکه میخوایم نشون بدیم که متمدن هستیم، هم هوای همدیگر داریم، هم به هم کمک میکنیم، هم به هم توهین نمیکنیم، هم برای هم چاله نمیکنیم، حتی مشکلات همدیگر رو کم میکنیم. چاله هایی که پیش پای زندگی بعضی از ماها، حالا چه در مقام دوست چه در مقام هموطن، کمکشون میکنیم که اونا پر بشه و احیانا مشکلی براشون درست نشه. خیلی دوستتون دارم. خیلی ببخشید که میخواستم شما رو تو گفتگو شرکت بدم، یکی دو تا از شما عزیزان رو بیارمشون بالا و بتونیم باهاتون صحبت کنیم. ولی دلم میخواد همینجا خواهر واقعا نازنینم که بسیار کلام شیرینی داره هم بخوام که نظرش رو بگه. قربونت برم، شما هم نظرتو بگه. بفرمایید. در مورد اینکه آدم‌ها چرا برای هم واقعا داستان درست میکنن بدون اینکه در حق هم بدی کرده باشن، چرا فحش و بد و بیرا و توهین و حالا البته خیلی بهتر شده، ولی باز هم این اتفاقا رو من میبینم. اول سلام میکنم به همتون. من فقط یک کلام میگم، مثل شما برای نیستم خوشگل صحبت کنم. همش از حسادت، از کمبینیه. خودشون وقتی اینقدر کم میبینم دوستان به بقیه گیر بدم. من فکر میکنم اینجوریه، نمیدونم. یکی از دلایلش اینه، برای اینکه مثلا آدمی که هر چقدر که پرتره، هر چقدر که دستش پرتره، دلش پرتره، هرچی پر، بله، واقعا از خوشحالی مردم خوشحاله، از ناراحتی مردم هم ناراحته. اینطوری نیست که بگه چرا فلانی مثلا نمیدونم، ساده و عامیانه‌ش رو میگم، چرا فلان ماشینو داره، فلان خونه رو داره، چرا من ندارم. من شخصا از هر اتفاق خوب و خوشی که خواهرم میدونه برای ابنای بشر در سراسر جهان میفته خوشحال هستم و واقعا همیشه تو دعاهام اول همه رو دعا میکنم، بعد خودم توی شفای مریضا اول همه رو دعا میکنم، بعد اونایی رو که فکر میکنم نزدیک منن یا خودم. اینه که بخوایم، خوب بخوایم، بارها گفتم، خوب بخوایم برای دیگران که برای خودمونم پیش بیاد.
من خانم پسندیده رو دیدم، رضا باقری رو دیدم. سلام میکنم خانم پسندیده. آقای باقری فن پیج من هستن، دانشجوی منم هستن، دانشجوی بسیار خوبی هم هستن. امیدوارم در کار زندگی موفق باشین. خانم پسندیده، دختر گلتون که شاگرد منم هستن، خیلی سلام برسونین بهاره رو. سارای گل، استاد نازنینم، استاد زبان انگلیسی فاطمه، بسیار نازنینم، من شخصا قلبا خیلی دوستش دارم. آقای باز گفته مثل همیشه استفاده میکنم، خواهش میکنم اختیار داری، لطف دارین که توجه میکنین. سارا جونم دوستت دارم، خوش قلب دوستت دارم. و اینکه امیدوارم که در هر جا که هستین، در هر مرحله زندگیتون خوب و خوش باشین. یادتون باشه ما آدما در این دوره و در این واقعا برهه زمانی دیگه واقعا خیلی چیپ و بده که بخوایم با هم کل بکنیم، بعد همو بگیم، توهین بکنیم، اونم بدون هیچ دلیلی، واقعا بدون هیچ دلیلی. چرا فلانی اینجوری، چرا من اینجوری. عزیزی سارا جون، مژگان تبایی قربونت برم، دلم برات خیلی تنگ شده. مرسی از همتون. باز هم وقت پیش بیاد با هم اینجا اینترنت خیلی خوبه، سعی میکنم که لایو بذارم. قربون همتون، خوب و خوش باشید، سلامت باشید، بهترین اتفاقا براتون بیفته و آرزو میکنم همیشه دلتون شاد باشه، حب و بغض ازتون بسیار دور باشه. قربونتون برم، خداحافظی میکنم.